میدونی که برای دخترت باید از چه نوار بهداشتی استفاده کنی؟ مامان جان، وقتی از نوار بهداشتی‌هایی که قدرت جذب بالایی داره، نوار بهداشتی‌های مشبک استفاده میکنی، میدونی که باعث میشی دخترت تو طولانی مدت بدنش حساسیت کنه، براش عفونت به وجود بیاد و این اذیتش کنه و پروسه پریود براش عذاب آور بشه. من مامان باید حواسم باشه که حتی تو نحوه انتخاب نوار بهداشتی دقت کنم، از نوار بهداشتی های معمولی استفاده کنم و به بچه خودم بگم که مامان اگه پر شد حتما نباید عوض کنی ها. در طول روز میتونی 2 الی 3 بار عوضش کنی. هر موقعی که احساس کردی که باید عوض کنی، نمدار شده، رطوبت داره، عوض کن. چندشت میشه عوض کن. خیلی از مامانا اصلا اینو به بچه‌هاشون نمیگن. بچه‌ها بدنشون بوی بد میگیره، بچه‌ها کلا از بدن خودشون متنفر میشن به خاطر اینکه من نوار بهداشتی رو درست انتخاب نکردم.